خدایی که وقتی تو به دنیا اومدی در جا شیر مادر رو فعال کرد تا تو گرسنه نمونی. تازه یه اتفاقای شگفت‌انگیزی توی شیر مادر میفته. یه فیلم برات میذارم ببین که چقدر خدا عاشقانه مواظبت میکنه. اگر این نیرو موقع تولد من مثل پر گو مواظبم بود، چطور ممکنه الان من توی سختی باشم؟ نه عزیزم، هر سختی که تو داری تجربه میکنی به خاطر حضور خداوند نیست، به خاطر حضور آن چیزهایی است که نباید یاد میگرفتی ولی یاد گرفتی و باورشون کردی. و اگر میخوای که زندگی خوبی داشته باشی باید این باورها رو پاکسازی کنی تا تو مدار درست و آسون زندگی سوار بشی، شبیه زمین که رو مدار خودش سواره، بدون هیچ زحمتی دور خورشید میگرده. اگه فکر میکنی هر چیزی زحمت و سختی داره به خاطر ذهن محدود خودته. پس اگر دوست داری که تو مسیر پاکسازی با من همراه باشی، من تو دوره به خودآ، پاکسازی باورهای مالی، پاکسازی روابط و مشکلات عاطفی و همچنین پاکسازی افکار مسموم ذهن رو دونه به دونه باز کردم و بهتون گفتم. حالا فیلمی که براتون میذارم رو حتما نگاه کن تا آخر. شیر مادر برای نوزاد مثل اکسیر حیات است. شاید این جمله رو بارها شنیده باشید، اما آیا علم شگفت‌انگیز پشت آن را می‌دانید؟ اول از همه باید بدانیم که شیر مادر چگونه تولید می‌شود. وقتی نوزاد برای شیر خوردن سینه مادر را می‌مکد، در مغز مادر دو هورمون مهم ترشح می‌شود: پرولاکتین که وظیفه تولید شیر را بر عهده دارد و اکسیتوسین که باعث خروج شیر از مجاری سینه می‌شود. غذا و آبی که مادر مصرف می‌کند پس از هضم به مواد مغذی ریز تبدیل شده و وارد جریان خون می‌شوند. این مواد به غدد تولید کننده شیر در سینه می‌رسند. سلول‌های ویژه این غدد با استفاده از چربی‌ها، قندها، پروتئین‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی و آب شیر مادر را تولید می‌کنند. سپس شیر در کیسه‌های کوچک شیری به نام آلوئول ذخیره می‌شود. وقتی نوزاد شیر می‌خورد، مکیدن او باعث ترشح هورمون اکسیتوسین می‌شود. این هورمون سلول‌های اطراف آلوئول‌ها را منقبض می‌کند و شیر را از طریق مجاری باریک به نوک سینه می‌رساند تا نوزاد آن را بنوشد. اما شگفتی واقعی از اینجا آغاز می شود. شیر مادر فقط یک غذا نیست، بلکه یک داروی هوشمند است. هنگام شیر خوردن، بزاق نوزاد با نوک سینه مادر تماس پیدا می کند. این بزاق مانند یک اسکنر عمل می کند. اگر نوزاد حتی کمی بیمار باشد، این تماس پیام‌هایی به بدن مادر منتقل می کند. در پاسخ، بدن مادر به سرعت آنتیبادی‌های لازم برای مقابله با همان بیماری را تولید می‌کند و در وعده بعدی این آنتیبادی‌ها از طریق شیر به نوزاد منتقل می‌شوند. درست مانند یک داروی اختصاصی که مخصوص همان نوزاد ساخته شده است. جالب‌تر این که طبیعت شیر مادر را حتی بر اساس نیازهای نوزاد تنظیم می‌کند. تحقیقات نشان داده‌اند که ترکیب شیر مادر می‌تواند با توجه به نیازهای رشد کودک تغییر کند و در زمانهای مختلف شبانه روز یا هنگام بیماری نوزاد نیز ترکیب آن متفاوت باشد. حالا این را با شیر خشک مقایسه کنید. شیر خشک می‌تواند نیاز تغذیه‌ای نوزاد را تا حد زیادی تأمین کند و در شرایطی که شیردهی ممکن نیست جایگزین مناسبی باشد. اما فاقد سلول‌های زنده و بسیاری از آنتیبادی‌ها و عوامل ایمنی موجود در شیر مادر است. همچنین ترکیب آن ثابت است و مانند شیر مادر با وضعیت سلامتی یا نیازهای نوزاد تغییر نمی کند. به همین دلیل شیر مادر کاملترین و طبیعی‌ترین تغذیه برای نوزاد است و هر زمان که امکان شیردهی وجود داشته باشد بهترین انتخاب برای رشد، تقویت سیستم ایمنی و سلامت او به شمار می رود.